سیمای مستقل یکم تاکشو روبرو جوانان در شناخت حقوقهایشان تا کجا مستقل هستند. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم، مخصوصا بینندگان برنامه جوانان تاکشو روبرو. ما امروز تصمیم گرفتیم که وابسته به حقوقهای جوانان حرف زده باشیم و مایه کرده باشیم که امروز سطح حقوقی جوانها چگونه است و امروز جوانهایی که در رشته حقوق شناسی تحصیل نمی‌کنند امروز با حقوق خود توجه دارند، از اون استفاده کرده میتوانند در موردش یا اینکه نه و به همین مانند سالها رو امروز در برنامه مطرح خواهیم کرد، بحث خواهیم کرد و هنوز سیتیران گفته بود که اگر آزاد بودن خواهی غلام قانون باش. این گفتار برخی نیم شوخی و نیم جدی اگر قبول هم کنیم یا همین گونه معرفی کنن هم با وجود این رعایت قانون برای همه حتمی است و در برابر رعایت قانون دونستن حقوق خود و از آن استفاده کردن نیز به منفعت کاری خود جوانان هست و ما تصمیم گرفتیم که در همین موضوع بحث کرده باشیم و دعوت کردیم در برنامه دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان را در منبر بحث قرار دارند. بهروز اولیمجانوف و همچنین شفقت پولاتوف. خوش آمدید بچه‌های عزیز. فکر جوانان رو کارشناسی میکنند. کارشناسی چند کراتایی برنامه روبرو، یک نفری که خیلی موقع بلند شهروندی دارند، پروفسور همین بورگو، پروفسور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، حقوق شناس استاد صمد بولتویف. استاد خوش آمدید. و بینندگان عزیز همچنین امروز به حیث یک نفر کارشناسی جوان امروز استاد همین بورگو، دلوار خوجایف نیز اشتراک دارند که قوه دلی استاد هستند و فکر جوانان رو تقویت میدهند. خب پیش از آنکه که ما بحث را آغاز کنیم و فکر جوانان را شنویم، ما از کوچه از مردم پرسان شدیم با سوالی برای آموختن حقوق جوانان چی نمیرسد، گویان از جامعه پرسان شدیم که نتیجهش را بیاد شاهد میشیم، بعدا بحث را آغاز میکنیم. این درسی عمومی در آوردن کار، درسی حقوقیه برای هر یک انسان حقوق خودش دانسته دوره یاشگیش از دوره جوانانیش دانستن از چه حقوق و وظیفه هاشه. این درس و در آوردن کار پروگرامی درسی به تحصیلات به تمام با اون نظم میدونن. دانش و معرفت فرزندان ما حاضر کم شده که برای همین دانش در کار برای فرزندان ما برای حقوق خودش فهمیدن و حقوق خوندنشون در کار بسیار نمیخونه. برای دانستن حقوقشون الементарно نمیخونه. خونه نگر همش میشه. همه حقوق نمیدانیم. برای آموختن حقوق خودشون خیلی چی کوشش کردنشون در کار، کوشش کنن همه چیز میرسد. یکون مانگی نیست، فقط آموختن در کار، کوشش کردن در کار، حرکت کردن در کار. یکون چی؟ مکتب درس میداد، حقوق باید آموزیم خانه. هیچی مانگی نمیکنه، خیلی خواندن در کار. خواندن در کار. نه خانه یکونس نمیشه، خانه آدمی منصبدار میخواد. سوسیال نیستی. برای آموختن شاید شعور آنها باشد و آنها به کارهای نادرست نیز میتوانند دست نهند، اما این کارها نادرست میباشد زیرا که آنها این بیشتر سبب می شود که از کمخوانی، یعنی آنها حقوقهای خود را نمیدانند. از این سبب که باید آنها کتاب‌های بسیار خوانند و برای حقوقهای خود را دانند و در همه حالت میتوانند که آنها از روی چیزی که خواندند از روی آن را عمل نمایند و میتوانند که در زندگی موفق گردند و برای همه مشکل هایی که به پیش میآید آنها را پس سر نموده باشند. خب تشکر زیاد برای توجه جوانهای عزیز. قبلا سوالی من به قهرمانهای برنامه همین است. بهروز شفقت، امروز به فکر شما مناسبت جوانان به حقوقهای خود چگونه است؟ منظوری من آن جوانهای نیستند که در رشته حقوق شناسی یا که در فاکولته در مؤسسه های همین سمت تحصیل میکنن. منظوری من تمام جوانهایی که غیر اختصاص تحصیل میکنن یا که حتی کار میکنن نمیخونن یا تحصیل نمیکنن، عموما نفرانی که با حقوق به واسطه سر و کار ندارن، امروز مناسبتشون چگونه است جوانها؟ شما چون شاهد میشوید از دوستانتون، پیوندانتون. خب اولا سلام علیکم به اهل حاضرین و تماشابینان گرامی. خب در مورد آنکه مناسبت جوانان با حقوقشان چگونه است، فکر بنده همین است که البته
ما در سمت یعنی به دست آوردن استقلالیت دولتی سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور اساسگذار سلطنت ملی جناب عالی محترم امام رحمان پیوسته در یعنی سیاست خود دستگیری جوانان به راه مانده هستند و این البته باعث به آن میگردد که جوانان ما مسئولیت شناس باشند و در این ردیف برای پیشرفت یعنی با موفقیت نو به نو نایل گردیدن کشور سهم خود گذارند. ولی با یک برخی کمبودی های هستند که واقعا در میان جوانان پنگشته هستند. این یعنی با همون خطرهای مبارزه های اطلاعاتی میشوند، جنگ های اطلاعاتی که جوانان بیشتر وقتی خود را با شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند و این عامل دور ماندن جوانان از کتابخانه می‌گردد. یعنی که بیودم نگفتن که دانش از خوانش است و نخواندن این سطح معنوی انسان وقتی کاهش یافت جوان به هر گونه یعنی که راه‌ها یعنی میل میکند و این باعث به آن می‌گردد که شعور خاصتا حقوقی جوانان وقتی که پست می‌شود دایر به مناسبت‌های خود دیگر جوان بی‌پروا می‌شود و هر گونه کردارهای ناشایست دست می‌زند که این عاقبت‌های که بعد از بنا تشکر. بله ما نتیجهش رو حالا البته پرسان خواهیم شد. خوش میکنم مختصر وابسته به سوال پاسخ میگیم که به فکر شما امروز چگونه است، امروز مناسبت ما جوان‌ها چگونه است به حقوق خودمون؟ باید قید کرد که اول خودی مفهوم جوان طبق قانون جمهوری پاکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان در ماده یکم آن ذکر میشد که جوان این شخصی 14 تا سن 30 ساله را در بر میگیرد و وابسته به مفکوره حقوقی جوانان ذکر کردن به مورد است که امروز تمام شرایط ها در جمهوری تاجیکستان مهیا کرده شده است و تنها یک کوشش در کار که آنها را از بر کنند و من فکر میکنم که امروز جوانان ما حقوق خود را میدانند و با همان عمل میکنند و یک چیز را باید نیز قید نمود که در داشتن حقوق باید آنها عهده‌داری های خود را نیز از یاد نبرند، چرا که آنها دولت برای آنها شرایط ها مهیا میکند برای سمت مثال اجتماعیات، سمت تندرستی، سمت معارف امروز دستگیری های حکومت کشور به نظر می رسد و آنها باید که عهده‌داری هایی که در صنعت های معیاری حقوقی وابسته به جوانان عموما به کلی شهروندان نگرانیده شده است باید که آنها همه آنها را سری وقتی اجرا نمایند. تشکر. من حالا توصیه هایتان رو در انتها میپرسم. البته حالا بیاید بابت اون گویم که امروز مناسبت چگونه است. مثلا دوستی ما میگن که امروز جوانهای ما خودشون رو میدونند. شما چی میگید بچه‌ها؟ مرحبا. حاضر در زمان معاصر اساساً جوانان ما بیرون از فاکولته مثال حقوق‌شناسی باشد یا که دانشگاه‌های عالی حقوق خود را بسیار نمیدانند. سبب آن است که در مکتب‌های میانه کم بودن ساعت درسی در یک هفته 2 ساعت این فکر میکنم برای مکتب بچه‌ها این خیلی ساعتی کم میباشد. از این لحاظ فهم. تشکر. خب باز کی چی اندیشه دارد؟ مثلا میدونن یا که نمیدونن اون مناسبت چگونه است امروز مناسبت جوان‌ها؟ مرحبا. و واقعا گفتن که مثلا از 14 تا 30 سال سن جوانان رو در بر میگیرد. آیا همین گونه است؟ بله درست. خیلی خیلی کردن یعنی نامعاملگی یا اینکه همین خنک نظری جوانان نسبت به حقوق‌های خود یعنی سبب اساسی دارد. این یعنی خیلی که گفتن باید ساعت‌های درسی در مکتب‌های میانه اید به حقوق یعنی زیادتر باشند و یک چیز دیگر در اینجا باید قید کرده میشد که همین کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که باب دومی آن با پوره به حقوق آزادی‌های انسان و شهروند یعنی بخشیده شده است برای آموختن آن برای هر یک جوان یعنی خیلی ضروری می باشد و برای همین اگر خوب میشد که همین کنستیتوسیون رو همچون ساعتی تعلیمی همچون فنی درسی میگذاشتن تا که همین جوانان از حقوق آزادی‌های خود یعنی خوب آگاهی میافتند. تشکر زیاد دوستان. تشکر. بچه‌ها عزیز مرحمت شما فکر دارید؟ خواهش میکنم جوان‌ها توصیه‌هایتان رو حالا بعد میمونیم من حتما میپرسم توصیه‌های شما رو که چگونه باید باشد. مرحمت. هر یک شهروند باید در جمهوری تاجیکستان زندگی میکند دارای حقوق خود باشد. باید شهروند هم حقوق سیاسی هم حقوق فرهنگی هم حقوق شخصی خود را باید درست درک کند. هنگامی که در مثال میره هنگامی که شخص باید حقوق اگر مالکی خود را از دست میدهد باید آن حقوق خود را باید با چنین درجه فهمد که از کدام حقوق خود استفاده بردن.
خیلی که در اینجا قایش دست در کنستیتوسیون جمهوری ترکستان بیوسته که با دویم اون حقوق و آزادی انسان و شهروند نام دارد یک چند عهدهداری که در مدن 42 43 44 45 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان آورده شده است. در مورد 42 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان آورده شده است که در تاجیکستان هر شخص وظیفه‌دار است حقوق و آزادی انسان و شهروند را حمایت کند. 43 حفظ وطن، حمایت منافع دولت، تحکیم استقلال، امنیت و اقتدار مدافع وظیفه هر یک شهروند است. ماده 44 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان قایش دست که حفظ وطن، حمایت منافع دولت، تحکیم استقلال، امنیت و اقتدار وظیفه مدافع هر یک شهروند است. 45 جان که بیوسته سپردن انداز قانون معین میکند، حتمی قانون که انداز نو را معین میکند، شرایط وضعی انداز سپرندگان و وضعی میکند، قوه بازگشت ندارد. باید هر یک شهروند در جامعه زندگی میکند از حقوق خود باخبر شود. تشکر دوستان. من باز هم میگم چگونه باید باشد ما حتما برمیگردیم. حالا من تنها میخواستم فهمم که امروز ما حقوقمون رو میدونیم که نه، یک گروه گفتید که ها، یک گروه گفتید که نه. اگر هست اندیشه ها، اگر اندیشه دیگر نباشد، من از کارشناسی جوان پرسیدنی هستم که امروز ما حقوقمون رو میدونیم که نه. منظور باسم دانشجویان یا که جوان هایی که خود دانشجو باشند نباشند غیر بیوسته با حقوق سر و کار ندارند، تنها شهروند هستند. درست به این خلاصه بر آمدن ممکن است که نه همه جوانان حقوق خود را میدانند و این نوابسته و از کجایی که تحصیل میکنند در مؤسسه تحصیلات میانه و یا عالی کسبی تحصیل میکنند نوابسته از این ما باید دانیم که هر یک جوانی که وابسته به حقوق و عهدهداری که طبق کنستیتوسیون جمهوری ترکستان مقرر گردیده است دانیم و ما از همین جمعیت خلاصه کردن ممکن است که در عملیه البته خلاصه کردن ممکن است که برخی از جوانان به بسیارتر به صاحبکاری مشغول میشند و حتی همه حقوق صاحبکاری را نیز قانونگذاری به تنظیم می‌دهد، لیکن برای اجرا نمودن حقوق صاحبکاری آنها دانش کافی ندارند. بنابراین یک پیشنهاد چنین شدنش ممکن است که نوابسته از آن فعالیتی که آنها فعالیت میکنند و دانشجو است یا کارمند است که طبق قانونگذاری جمهوری ترکستان فعالیت میبرد حتما از قانونگذاری باید باخبر باشند. تشکر. سلامت باشید استاد. باسم در مورد پیشنهاد ما برمیگردیم. استاد من باسم میخواستم که فکر جوانان رو شما کارشناسی کرده باشید که عموما امروز سطح چگونه است نسبت به سالهای قبلی چگونه است؟ امروز واقعا هم جوان ها توجه کرده ایستادن به آموختن حقوقشان یا اینکه حالا در سطح ضروری نیست؟ هر یک جامعه موقع هر یک شهروند را وقتی که مقرر میکند سطح حقوقی و دموکراتی بودن آن را محض از همین معرفت حقوقی، از شعور حقوقی و در عمل تطبیق کردن آن معین کرده می شود. برای همین هم سالهای سپری گشته خاطرتان باشد ما یک برنامه هم آماده کردیم در همین سطح روبرو درباره عملی برنامه دولتی تربیت حقوقی شهروندان که از سال 2009 تا 2019 دوام میکرد. ما اون رو البته جنببحث کردیم، فکر و ملاحظه‌های گفتیم و همان وقت معین کردیم که اگر درجه معرفت‌ناکی عمومی مردم بلند شود، اگر بعد معرفت‌ناکی حقوق هم برابر همون کمتر جنبش میکنند. البته انحسمین حاضر در جامعه ما آدمان بیسواد نیستند گفته میتوانیم هممون، چون که بیسوادی که ها محو کرده شده است. مردمی ما اساساً حاضر در سطح جوانی گیریم، اگر جوانان در شبکه‌های اجتماعی خیلی بسیار فعال هستند، در اینترنت در از همونجا خواه ناخواه بعضی حقوق‌های خودشان را میفهمند، لیکن به واسطه برای حقوق خودشان را فهمیدن و آماده نیستند. حاضر بسیار نه شاگردای ما که در فاکولته قشناس تحصیل میکنند حتی ماده‌های کانستیتوسیون را حاضر نامبر کردن گفتن، لیکن اگر از شخصانی که بیرون از تحصیلاتی حقوقی باشند اگر آنها این چیزها رو نمیدانند. یعنی یکی از وظیفه اساسی دولت این همین سطح تربیت حقوقی رو بلند برداشتن است. لیکن حاضر من اینی گفته میتونم که در سطح کافی نیست، ضروری نیست. فهمو استاد. تشکر زیاد. تشکر زیاد. واقعا هم باید برای بینندگان قید کنم که سال 2017 انتهای سال 2017 با پیشنهاد استاد ما یک موضوع وابسته به معرفت حقوقی جوان ها
دایر کرده بودیم کارشناسی برنامه نیست خودتون بودید استاد وابسته به همین موضوع نزدیک ما حرف زده ایستاده بودیم و شاید بینندگان ما سوال هم کردند که در آغاز چرا مثلا در برنامه دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس رشته حقوق شناسی اشتراک میکنن و باز ما گفته ایستادیم که برنامه نه برای آن نفرانی که در رشته حقوق شناسی تحصیل میکنن. این از آن نقطه نظر ما ایشان رو دعوت کردیم که اینها کمی زیاد سر و کار دارن خواه و نخواه با این سمت چون در همین مجرا زندگی میکنن و شاید از ما از دیگر مثلا غیر اختصاص ها گفتن ممکن است که کمی بیشتر میدونن. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم که با این دانشجویان مخصوصا با همین رشته حقوق شناسی صحبت رو برای شما پیشنهاد کرده باشیم که کمی هم باشد ما از حقوق خودمون آگاه باشیم و مهم است ما از آن استفاده کرده توانیم در موردش از آن گفتم ممکن است که حمایت کرده توانیم. و واقعا ادامه منطقه همین گپ امروز جوانهای ما از حقوق و عهده‌داری های خود حمایت کرده از آن استفاده برده میتوانند یا اینکه نه؟ بله جوانان ما امروز گویم در سطح شعور حقوقی آنها یک درجه بالا رفته است و آنها میتوانند در جامعه با کوشش غیرت خود یعنی که حقوق خود را از خود کرده در عمل آن را پیاده سازند. این البته واقعا هم ریالی است، اجرا شونده است، فقط از جوانان یک کوشش یک غیرتی در کار است. و دیگر سمت این که پیشتر پیشنهاد کردم که در مکتب‌های میانه ساعت‌های درسی بالا برده شود و بجز از این که ساعت‌های درسی بالا برده شود دیگر یعنی که کمبودی در این ساحه نرسیدنی یعنی متخصصان ساحه است که یعنی از غیر اختصاص یعنی غیر فنی درس میتین. این گویم که شخصی که خود داننده حقوق نیست چگونه میتواند که حقوق را به دیگران آموزد. ما پیشنهاد داشتیم البته خواهش داشتیم که در مکتب‌های میانه جهت حل یعنی که این مسئله جای داشته یا چوراندیشی کرده شوند از جانب خود اون وزارت و گویم که معارف شهر نو یا این چنین از دیگر مقامات بالایی. البته این همه به خاطر بالابردی سطح دانش حقوقی جوانان در خواه و نخواه گویم که مساعدت میکند و رشد حقوقی آنها البته زمینه میگذارد. تشکر. یعنی معلم تاریخ به حقوق درس میده، اصلا حقوق هم درس میده چون نزدیک است. همین گونه بله نارسایی میشود که در مخصوصا ناحیه‌های دوردست یا دهات‌جا معلمای غیر اختصاص میدارن و تماما از رشته این تنها در ناحیه‌های دوردست و دهات‌جاها است. بله همین گونه یعنی حالا خیر شهرها نسبتا با اون که با معلمای تخصصمند پورا قریب آنها طلباتش خونه هستند یعنی دانشجو و گویم که در سطح مکتب‌های میانه طلبات نسبتا خوبتر از این فن‌ها. فهمو من شما رو فهمیدم. تشکر. فهمو. خوب شما چی میگید؟ راضی هستید با این اندیشه که امروز مسئله میگن از وضعیت؟ من فکر میکنم که در تمام مؤسسه‌های تعلیمی میانه استادان وابسته به فن حقوق میرسند که آنها به همون اختصاصمندی هستند. چرا که شخص اگر اختصاصی لازمه را تمام نکردگی باشد چه خیلی باید درآمد درس میگذارد بعد از طرف خوانندگان از طرف دانشجوها سوال شود و چه خیلی جواب میدهد. من فکر میکنم که هر یک شخص اما وابسته به اون اختصاصی که تمام کرده است وابسته به اون فاکولتتی که ختم کرده است با همون درس میدهد چرا که وای میداند که دانشجو سوال میدهد به وای وقتی که وای نداند شرمنده میشه. برای همین من فکر میکنم که هر یک شخصی که دانش دارد باید که درک کند که باید از روی همون اختصاص از روی فاکولتتی که تمام کرده است از روی همون سمت باید که درس گذارد. من فکر میکنم که همه خیلی هم شده ایستاده. تشکر. مثلا مکتبی که شما خواندید همه نفرانی که در سمت خودش متخصص بود درس می‌گفتن. تشکر. بله خب دو اندیشه مختلف اما ما اصول اساسی دو رفتیم بگذار بیاید در مورد همین بحث کنیم. امروز مثلا سطح در مؤسسه‌های میانه کسبی چگونه است که امروز گفته ایستادن که کمبودی که از کمبودی همین است که غیر اختصاص درس میگوید در برابر ساعت‌های درسی و سوال مطرح باز همین است که همون ساعتی کم هم آیا ثمراناک استفاده کرده میشود یعنی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی همون ساعت‌های کم هم ثمراناک استفاده میکنن یعنی درس میگن که نه با فکر شما چون شما گفتم ممکن است که از شهر و ناحیه‌های مختلفی جمهوری آمدید به مرکزی ولایت که با خوندن مشغول شوید و در گفتم ممکن است که در هر محیط وضعیت دیگرگونه است. میتونید از محیط خودتان حرف زنید. من خیلی که حاضرین برادری ما قید کردن که در تمام مکتب‌ها استادان از روی اختصاصمندی درس میگذارند فقط در شهرها ناحیه‌های کلانی که مرکز نزدیک هستند در این خیلی ناحیه و شهرها معلم استادان از روی اختصاص درس میگذارند اما که در ناحیه‌های دوردست اصلا این خیلی نظام نیست چون که از اونجا کادر نمیرسد یعنی استادان نمیرسند از همین سبب اونها مجبور میشن مثلا استاد تاریخ در این حالت همچون استاد حقوق درس میگذارند. تشکر. مثلا در مکتبی که شما تحصیل کرده اید همه فن‌های حقوقی خوب برام مانده شده بود یا اینکه به هر صورت بعضی ساعت‌ها نمیشد؟
خیلی در همه جا کم بوده هست. نسبتاً بوده. نسبتاً بود. یعنی قانع کننده نبود. در سطح ضروری نیست گفتم ممکن است. تشکر مرحمت. الهه دیگر. واقعا درست است که برای برخوردار کردن جوانان از حقوق خویش البته که موقع اساسی را این ساعت‌های درسی در مکتب‌های میانه و استادانی البته که دوره بلند کسبیت می‌بازند و قطع کردن جایز است که موقع اساسی را اگر استادان و متخصصان بازند شهروندان میتونن اینچنین بغیر از استادان باز با دایر به حقوق خویش از واسطه اخبار عمومی نیز برخوردار شوند. چرا مثلا معلوم است که عموما شورای حقوقی مقرره که به شهروندان هر یک دولت مثلا منصوب است البته آنها میتوانند که از همانها دسترس کرده حقوق خویش با خبر باشند و تنها در صورت برخوردار گشتن جوانان از حقوق خودشان آزادی هایشان ما میتوانیم البته که چی دولت کامل حقوقی دموکراتی و حقوق بنیاد برپا کرده باشیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز پخش رکلام هست. ما پس از آن برمیگردیم. شما ما رو انتظار باشید. بخن هم یک فکری نو هست بازندشه دیگه. مرحمت. امروز به این گونه سوال گذاری میکنم کنکریتی. اون درسایی که در مؤسسه‌های میانه کسبی هست، میانه عمومی هست منظوری من. قانع کننده است یا اینکه نیست؟ به فکر خود شما. فکری شخصی خودت. اون هیچ کس شما رو محکوم نمی‌کنه. مرحمت. البته در این جنبه حقوق گفتنی هستم که در مکتب‌های میانه که همین فن‌های حقوقی جاری کرده شده است این قانع کننده نمیباشد چون که در اونجا مثلا وقتی که در مکتب میانه تحصیل میکنن اونها تنها کانستیتوسیا چیز یعنی کودکس و چیز این فقط همین ها رو آموخته میتونند ولی زیر عهده‌داری های خود همین مثلا یعنی حقوق های جنایتی، حقوق مأموری، حقوق گراجدنی این فن هایی که زیر ترکیب این حقوق شناسی میباشد اونها رو ضمناً آموخته نمیتونند و از این یعنی عمومی میخونن از این آگاه نیستند از این حقوق جنایتی یعنی حقوق مأموری از این. تشکر. ما شما رو فهمیدم. یعنی گفتم ممکن است که عمومی میخونند و گفتم ممکن است که جزئیاتش رو نمیآموزند و به آن اعتبار نمیدن. تشکر. بچه‌ها بیاید ما هم محکوم کرده ایستادیم با یک صدا که واقعا هم قانع کننده نیست. اگر من هم طرفدار فکر شما باشم حتی بگذار همین گونه هم باشد اما یک سوال من آیا خودی ما مسئولیتی ما مثلا گاه ما هم به مسئولیتی میکنیم جوان‌ها یا اینکه فقط عیب در مؤسسه میانه هست که مثلا به ما درس خوب نمیگویند یا که به هر صورت ما هم بعضا بی‌مسئولیتی میکنیم یا که خودمون جستجو نمیکنیم که آموزیم خودمون رو. راضی هستید با همین فکر یا که نه؟ خب شما اندیشه دارید اگر باشد مرحمت بعد شما رو میپرسیم. مرحمت. سر این مسئله همین فکر رو بیان کردن جایز است که وقتی که از جانب بگویم که مؤسسه‌های تعلیمی وقتی درست این برای مانده نمیشود جوان خود میتواند که مستقلانه با اون همه شرایطی که زمان استقلالیت دولتی به ما داده است یعنی همه اون موادهای دانش موادهای خوانش برای ما مهیا هستند و شخصی که ذوق دارد شوق دارد برای خواندن میتواند به ممنوعیت از اون استفاده برد و گویم که جهت معنویات خود را بالا برد یگان جای کمبودش نیست و فقط از کوشش و غیرت خود شخص وابسته است. بله تشکر. باید یک چیز قید کنم که ما باید که عیب را در دیگران نکوبیم. باید که هر یک شخص خودش مستقلانه خواند. وقتی که همون شخص تحصیل میکند در مکتب‌های میانه یک سمت معین رو به خود پیشه میکند و برای همون سمت به نائل شدن به اون مقصد نائل شدن و کوشش میکند. درست است در مکتب‌های میانه فن حقوق در همه جانب مثلا هم فن حقوق مأموری هم گراجدنی هم جنایتی همش رو میگذارند. این درست است چرا که در اون وقت یک شخص یک کسب معین انتخاب کردگیش نه وقتی که شما دانشگاه داخل میشوید و همچین معین که سونش ما یک فنی معین اختصاصمندی که میگذارن و مکتب‌ها میونه به طور عمومی یعنی که به شما یک کمتر هم باشه شما اگر دیگر اختصاص کسب کنید هم وابسته به فنی حقوق کمتر معلوماتی دارید و همون کفایه هست معلوماتی که مثلا در مکتب میخونند یعنی در پروگرامی که معارف جاری کرده است در مکتب ها اون کفایه است اگر همون رو هم خوب آموزیم بفهمید. من شما رو فهمیدم. تشکر زیاد. بچه‌ها بیاید برمیگردیم پیش از اون که با کارشناس‌های برنامه من سوال رو واگذار میکنم برمیگردیم سری سوالی اساسی که در آغاز من برای شما گفتم امروز ما از خودمون استفاده کرده میتوانیم در موردش حمایت میکنیم یا اینکه به هر صورت از عهده این نمیبریم. مرحمت چی اندیشه دارید شما کوتاه خواهش میکنم. ما کمتر وابسته به همین عملی شوی حقوقهای خود کمتر ترس داریم. ما از یک چی طلب کردن ما میترسیم. دانسته ایستاده که همون حقوق ما است ما میتوانیم که برای نائل شدن به اون
کوشش کنیم ما حقوق داده شده است و ما کمتر میترسیم کمتر هراس داریم که کاری ما هم ممکن خطا باشد ممکن نشود اگر وقتی که شخص همون به حرکت نکند و نتیجهش نمیفهمد و خیالا فکر میکند که همین ممکن یا درست میشد یا نادرست وقتی که شخص حرکت کند بعد معلوم میشد که کاری کرده او درست بود یا که درست نبود این با مانند با بیمارخانه رفته با دکتران پول دادن اگر ما ندهیم هم باید آنها معالجه کنن معاینه کنن نیخترش که یعنی ما کمی میترسیم و از این لحاظ پول پیشنهاد میکنیم فهمو خب شما چی فکر دارید ما استفاده میکنیم ممکنه پیش از آن که ما یعنی حقوق خود رو استفاده کنیم پیش از همه ما باید که حقوق خود رو دانیم و باید که اولا ما بعضی حقوقی خود را مستحکم کنیم و بعدا اونها را در عمل پیاده شوی آنها را کوشش کنیم اول باید که جهت حقوقی انسان باید که رشد یابد و تکمیل داده شود و بعدتر اون برای عملی شویش از جانب خود شخص کوشش کرده شود تشکر انا همون دانستن حقوق ما در سطح ضروری هست یا اینکه نیست بفکر خب من گویم تا یک اندازه نه یعنی که ما رو میبرد که باز هم بیشتر خونیم باز هم بیشتر تشکر باز هم اندیشه‌های دیگر ما استفاده کرده میتونیم از خود یا اینکه نه در موردش حمایت میکنیم استفاده میکنیم یا اینکه به هر صورت چون دوست ما گفتن شاید در دل ما کمی ترس هست چی میگید بچه‌ها یا چیزی دیگر هست اندیشه مرحبا خیلی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در ماده 5 آمده است انسان حقوق آزادی و ارزش عالی میباشند انسان حقوق آزادی ما رو ارزش عالی اعتراف کردن اما ما از حقوق آزادی ما نه اونقدر استفاده میبریم این باعث در اینجا ما خودمون گناهکار هستیم چون که حقوق های خودمون رو نمیدونیم مثلا مثال آوردید که در بیمارخانه برای دکتر پول میدیم بعد ما رو معاینه میکند اگر در حالتی که ما حقوق های خودمون رو داریم اینجا امکانیتی برای دکتر پول دادن نمیشود تشکر هست بازندشه دیگر اینجا چی میگید بچه‌ها خوب من فکر میکنم که ما حقوق خود را میدانیم ولی عامل همین عملی شوی حقوق ما در عمل این من در آن میبینم که همین مقامات های حفظ حقوق یا اینکه مقامات های همین بالاساخت حقوقی یعنی باید همکاری های خود را یعنی ترینینگ ها مثلا تشکیل کنند تا با همین جوانان یعنی صحبت های آشکارا گذرانند و این همان ترس را از دل جوانان میتواند دور کند و زمینه میگذارد برای همین بلند برداشتن سطح معرفتی حقوقی جوانان فهمو کارهای فهماندهی چاره‌بینی ها فهمیدم تشکر باز هست اندیشه دیگر اگر نه من باز هم خب یک اندیشه دیگر رو میشنیم بعداً کارشناسان رو مرحبا حاضر اساساً از وای چخیلی گفتن در حالت‌های مثال کورپسیونی گفتن یا که با دکتر پول دادن حاضر بسیاری جوانان ما با پول خود مثال باوری دارن که با پول حل میکنن لیکن در عملیه باشد خیلی قانون گفته ایستاده است این منع کرده شده است حالت‌های کورپسیونی و سبب اساسی این می باشد که مقامات حفظ حقوق پورا کاربری کرده توانند که حالت‌های کورپسیونی را پیش گیرند تشکر اما مثلا حالت‌های کورپسیونی نه تنها از کارمندان در همه حالت میشه از ما هم وابسته است از ما هم وابسته است لیک جوانان ما با ترس گفتن از جهت ترسی با اونها مبلغ میتونن مثلا که فهمم کارشون برای بود شدن برای کار بود شدن فهمیدم تشکر مثلا اگر مقامات حفظ خوب باشد به پول اگر ما پیشنهاد کنیم اگر مثلا همون ساعتی مثلا 10 منوت چیزا در یک ساعت حل میکنن برای جوانان یعنی ما طرفدار هستیم که خودمون مبلغ دهیم و خودمون از حقوقمون استفاده نکنیم استفاده نکنیم مبلغ تیم فکر میکنم من فهمیدم شما رو تشکر هست اندیشه دیگر در جامعه نزدیکتر گیرید به من نه در جامعه شخصی که از حقوق خود نه پورا استفاده بردن نمیتونه زیرا حقوق پایمال میگردد که خیلی که در کنسول جمهوری ترکستان در ماده 7 کنسول جمهوری ترکستان قرار شده است هر کس حقوق باید دارد هیچ کس از حد محروم کرده نمیشود با اسناد حکم میسود برای جنایت مخصوص از نید داخل ناپذیر شخص را دولت کفالت میده به هیچ کس شکنجه جزا مناسبت غیر انسانی روا داده نمیشود مورد آزمایش علمی طبی قرار انسان مناسب به درباره حقوق آزادی انسان شهران از ماده 14 تا 47 کنسول جمهوری ترکستان آورده شده است که خیلی کیف میشه انسان داخل ناپذیر هست باید استفاده کنه از این حقوق بله و سوالی دخالت کردن نمیتونه با یگان شخص با حیاتی شخص مثلا دخالت کردن نمیتونه درست در کنسول جمهوری ترکستان پیش شده است تشکر زیاد درست اما سوالی مطرح این است که از آن همون کفالتی که داده شده است ما استفاده میکنیم که نه استاد مرحمت از فکر جوان ها شما چه گرفتید به خودتان شما چی میگید واسه با اون دو سوالی که بود خوشبختانه بعد از آوردن استقلالتی دولتی جمهوری تاجیکستان
қонунгузори ҷумҳури тоҷикистон тавонист ки меъёрҳои ҳуқуқии амалие ки дар ҳамин ҷумҳури тоҷикистон аст тасдиқ намояд ва ин боиси хушбахтист ки нисбат ба солҳое ки ҷумҳури тоҷикистон нав соҳиби истиқлол гашта буд ин рӯзҳо хеле маърифати ҳуқуқии ҷавонон баланд гаштааст ва мувофиқа аз ин аз якчанд маълумотҳои оморӣ хулоса карда мумкин аст ки нисбат ба 5 соли пешин ин рӯзҳо яъне дар соли 2021 боз ҳам 25% маърифатнокии ҳуқуқии донишҷӯён ё умуман ҷамъияти мо инкишоф ёфтааст ва барои надонистани қонун умуман таъкид месозам ки надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. бале ташаккур устод, саломат бошед. ташаккури зиёд устод. ду суол буд имрӯз. мо сатҳи дарсҳои мактабҳои миёнаро ҳарф задем ва истифодаи ҳуқуқро аз ҷониби ҷавонон ҳарф задем. воқеан ҳам боиси хушҳолӣ буд ки бачаҳо фикрашон мухталиф ҳаст. шумо чӣ мегӯед устод? пеш аз ҳама вақте ки дар бораи мутахассисони дар муассисаҳои таълимӣ дарс мегӯянд аз ҳуқуқ, мо бояд таъкид кунем ки дар тоҷикистони имрӯзаи мо муассисаҳои ҳуқуқшинос тайёр мекардагӣ бисёр ҳастанд. лекин фақат як донишгоҳи омӯзгорӣ ки дар он ҷо дар факултаи таъриху ҳуқуқ тахассусмандии ҳуқуқ ҳаст, фақат онҳо метавонанд дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҳамчун муаллими ҳуқуқ баромад кунанд. мана фарз кунем хатмкунандаҳои факултати мо рафта муаллим шуда кор карда наметавонанд, иҷозат намедиҳанд. ин як. дуюмаш ин ки барои сатҳи дониш оиди ҳамин ҳуқуқи худро фаҳмидан мувофиқат намекунад. барои он аст ки вай нақшаи таълими фан аз нуқтаи назар дигар сохта шудааст. номи фан асосҳои давлат ва ҳуқуқ ном дорад. яъне дар бораи ҳамин ҷанбаҳои ҳуқуқии давлат ба худи ҳуқуқ маълумоти як умумӣ дода мешавад. лекин дар бораи ҳуқуқи худашро шинохтан ва ҳимоя кардан намегӯянд. масалан дар мо ҳозир як ҳуқуқи истеъмолкунандагон аст. барои ҳама дахл дорад. ҳама соҳа ҳамин ҳуқуқи истеъмолкунандагонро бояд ки аз ҷавонӣ аз хурдсолӣ наврасӣ бояд донад. ман оли баъзе вақте дарс ба ҳам мегӯям, беҳрӯзҷон шогирди ман гурӯҳи но дарс мегӯям, ман ҳатто мисол мебиёрам ки ҳамин мо ба сазоги донишҷӯ ҳастем ё ман муаллим ҳастам, ҳамин равем агар ягон ҳуҷҷат пешниҳод кунанд барои имзо кардан, ҳамон хонда имзо кардан ба ё шарм мекунем ё ҷуръат намекунем ё вақтамон нест. барои ҳамин қадар одат кардам ки ман худам кадом вақт як муассисаи бонкӣ рафтам, шартнома имзо мекардам. ман гуфтам ки ман шартномаро тед ман хонам баъд имзо мекунам, ҳайрон шудам. кади якум одами гуфтаги ман будам. баъд ами ҳатто варақи охирони ҷо имзо мекардагӣ додану ду вариқа аввалаша надоданд. баъд ман ду вариқа аввалаша чоп накардед гӯям ҳамун имзо мекардагӣ то надодам. ман гуфтам ман хонам аввал. баъд гирифта хондам ки бо шӯхиам каранд бо дигарашон мегӯям анабина вонамуд кара истоад гӯё хондаест, дар асл айнак надораду дурӯғ нигоҳ ка истодааст. яъне ҳамин гап чи дар ҷомеа аллакай худаш муносибат ҳамин шудааст ки гӯё ҳуқуқҳоро зарурияти донистан ва ҳимоя кардан нест. барои мо бояд ки агар хоҳем ки сатҳи дониш аз муассисаи таҳсилоти умумӣ баланд шавад, номи фанро дигар кунем. дар қатори асосҳои давлат ва ҳуқуқ бигзор соати алоҳида ё фани алоҳида бошад, ман ҳуқуқҳоямро муҳофизат мекунам бошад ё ҳимоя мекунам бошад ё истифода мебарам бошад. баъд муносибат дигар хел мешавад. ин як тарафи масъала буда. ин дар бораи сатҳаш. акнун барои он ки ҳозир дар амал чӣ кор карда истодааст, мо ҳозир мана устод хоҷаев дар бораи 5 соли охир 25% гуфтед. ман хеле маълумоти оморӣ надорам. фақат ман ҳамин чизро гуфта метавонам ки дар солҳои охир маз дар чорчӯбаи анон барномаи давлатии тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон вазорати адлия як иқдоми хеле хуб пеш гирифт. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо марказҳои ёрии ҳуқуқӣ ташкил кард ки ба мардум ройгон ёрӣ мерасонанд. яъне чхеле ки адвокатҳо барои маслиҳатшон чи ҳаққи хизмат талаб мекунанд,
آنها مرکزهای یاری حقوقی رایگان خدمت می‌رسانند. این خیلی خیلی دستاورد بزرگ در سایه جمعیتی ما است. خیلی در اومدی گپ گویم ما هم یک تشکیلات جمعیتی دستگیری حقوقی داریم، همین شاگردان در آن فعالیت میکنند، آنها هم رایگان خدمت میرسند، لیکن این سطح اکنون دولتی دیگر و سطح تشکیلات جمعیتی دیگر است. البته برای همین من باوری دارم که در برنامه نو دولتی که اوید به تربیه حقوقی قبول کرده میشد، در اونجا همین دستاوردها کامبودیا به نظر گرفته میشد. بله و شاید پس از آن باز برنامه دیگری تهیه خواهیم کرد. بله تشکر استاد، سلامت باشید. تشکر زیاد جوانهای عزیز. من ادامه همون سالهای پیشینه رو ادامه منطقیش رو برای شما واگذار میکنم. ما از آن گفتیم که مثلا سطح حقوقدانی ما چگونه است، ما از آن گفتیم که سطح استفاده آن چگونه است، ما از آن گفتیم که سطح آموزش آن در مکتب‌های میانه چگونه است. باید از آن گویم که اصلا از قانون، از حقوق، از آن همون قانونگذاری باید ترسید، آن رو احترام کرد. چگونه به فکر شما؟ یعنی که هم ترسید و هم احترام کرد. چی میگید شما؟ ما احترام باید کنیم به حقوق خود، یعنی که از آن به هر صورت میترسیم. بیاد این گونه سوال کنم، ما میترسیم که احترام میگذاریم، میگم درست‌تر میشه نه استاد؟ ما میترسیم که احترام میکنیم. خب در وقت عمل شوی حقوق ها باید که یک چیز به نوبت گیریم، مکانیزم اجرایش حقوق ها، مکانیزم اجرایش حقوق ها وابسته به مجبوریتی که از جانب دولت هست، وابسته به اون باید عملی کرده شود و این گونه هم میشود. اگر که ترسی از حقوق نباشد، اجرایش حقوق هم نمیشود، ولی اگر احترام حقوق هم با اون نباشد، با اون هم گویم پرگی آنها نمیتونن که در سطح عالی عملی شوند. برای این هر دی این که سوالی که مطرح شد، در این هر دی واریانت ما اینا پیشنهاد میکنیم شاید هر دی لازم است برای اجرایش. بله هر دی باید که در عملیه استفاده کردن تا حقوقها و درستی اجرا کردن. تشکر. شما چی میگید؟ من فکر میکنم که برای بیشتر کدومش هست؟ عملی شدن همین صنعت‌های ملی حقوقی باید که شخص ترس داشته باشد. به فکر من بهتر، چرا که از همون جهتی ترسیش همون کاری که من کرده شده است و اجرا نمیکنه. اما فکر میکنم که بیشتر خب نیست که همون ترس نموشه احترام باشه، از نقطه نظر احترام همون کارو میکنه. اکن چی میگن وقتی که یک آزادانه یک کس به یک وقتی یک کار سپارش میدید یک وقتی معین با همون سوء استفاده میکنه. وقتی که همین یک معین میورش که شما گویید اول میدوند که وظیفه دار است که در مدتی معین همین کار را تبع کند و انجام رساند. باید ترس پیدا میکنه که در حالت اجرا نکردن همین معیار و همین خیلی عاقبت ها انتظار است. و عصبی ترس اون کار رو اجرا میکنه. تشکر زیاد. خب جوان ها شما چی میگید؟ اصلا امروز میترسیم که احترام میکنه؟ اصلا امروز باید امروز ما در زمان حاضر از حقوق نترسیم. باید حقوق رو احترام و رعایت کنیم. اگر ما حقوق رو احترام و رعایت کنیم برای والایت آن این یک دستگیری میشه، نه که در زمان حاضر گیریم میترسن مردم از حقوق، از قانون میترسن برای بجاوگیری کشیده نشدن. تشکر. خب مرحبا. در جامعه حاضره فقط از روی همین استقامت کنندگان گوییم فقط ترس دیده می شود. مثلا از روی احترام یگان کس اینقدر حقوق ویرانکنی زیاد میشد. از روی احترام گوییم فقط برای آنکه حقوق ویرانکنی کنند باید هر یک شخص میترسد. برای آنکه جنایت صادر میکند باید اون زیر محبس میرود و برای اون زیر این ترس و احترام این ترسش زیادتر است که بسیاری آدمان از ترس همین حقوق ویرانکنی صادر نمیکنند. و خب هم هست که میترسیم. خوب هست. تشکر. مرحمت. واقعا هم فکرها مختلف هستند. گروه میگوید که مثلا احترام باید کنیم، گروه میگوید که به هر صورت ترسیدن ضرور است. ما جوانان بسیار از در زمان معاصر کچ خیلی که گفتن ترس زیاد است گفتن، لیکن باید ما از حقوق نترسیم، احترام و رعایت کنیم که برای همه ما این خوب میباشه. خب بیاید برای اون که وقتی ما کمی محدود هست باز یک سوال دیگر میدم، بخاطر بعداً فکر شما رو کارشناسان جمع بس چی میکنن؟ کارشناسی میکنن. یگانگی حقوق و عهده‌داری ها گفتم ما چی رو میفهمیم بچه‌ها؟ اصلا زیر همین مفهوم جوان‌های ما یگان چیز رو میفهمن یا که نه؟ مخصوصا جوان‌هایی که غیر اختصاص هستند در این سال.
یعنی دانشگاه حقوقی به ما امکانیت میدهد که توسط آن عهدهداری و عملی گردند و به این خاطر اینه که وقتی که ما حقوق داده میشویم در برابر این ما عهدهدار میگردیم و یک چیز باید قید کرد که اجرا نکردن حقوق هایی که به شخص داده میشوند گاه گاهی باعث جوابگری نمیگردند ولی اجرا نکردن این عهدهداری ها شخص رو مورد جوابگری قرار میده. از جمله حمایت وطن اگر ما کنیم شخص عهدهدار است که وطن خود را حمایت کند در صورت سرکشی کردن از حمایت وطن شخص اینه که به جوابگری کشیده میشود. چه جوابگری در سطح اول مگر ماموری باشد یا اون وابسته به اگر که سرکشی اون در اولت‌های می‌بعده اون به جوابگری جنایتی وارد می‌رساند. یعنی پیشتر از همه ما گوییم که اینها کامپلکسی هستند یعنی در مجموع باید عملی کرده شوند نمیتواند که حقوق جدا باشد و عهدهداری در آلودگی عمل کرده شود. تشکر مرحبا. ولی به فکر اینا راضی هستم برای که شخص هم حقوق دارد هم عهدهداری خیلی که قید کردیم در اول قید کردیم که دولت برای ما امکانیت‌ها فراهم می‌آورد حقوق‌های ما رو نشان می‌دهد که ما به کدام حقوق میتوانیم استفاده بریم و همچنین نیز عهدهداری ها رو هم نیز به ما معلوم میکند که یعنی که مناسبتی بین دولت و شهروند یعنی که امکانیت فراهم می‌آورد و نیز طلب میکند. تشکر. بله جان عزیز هست اندیشه های دیگر ما گفتیم که یگانگی و عهدهداری گفتم ما چی رو میفهمیم و یگان چی رو ما اصلا گفتیم که مثلا ما از حقوق خودمون حمایت میکنیم ممکنه گفتیم ما اناکنون باید ما گوییم که از عهدهداری ها ما حمایت میکنیم یعنی عهدهداری های خود رو ما میدونیم که نه زیر کلمه حقوق و عهدهداری با هر دو اینا معنای گوناگون دارند. مثلا حقوق به حقوق به حفظ سلامتی حقوق به هر کس کفالت حفظ هر کس کفالت حفظ سود دارد هر شخص حقوق دارد طلب نماید پرونده را سود باصله مستقل به غیر از طبق قانون تصرف است بررسی نماید هر کس نه حقوق به حیات فرهنگ هر شخص حقوق دارد هر کس حقوق دارد در حیات فرهنگی جامعه بدی علمی تکنیکی شرکت ورزد از دستاوردها آنها استفاده نماید. عهدهداری خیلی که در اول قید نمودم همچون در کنستیتوسیون جمهوری ترکستان در مدن 42 43 44 45 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان به واسطه قید دست حقوق و عهدهداری حفظ وطن حمایت منافع دولت تحکیم استقلالیت امنیت و اقتدار مدافع وظیفه هر یک شهروند است به اسم عهدهداری کنستیتوسیونی هر یک شهروند میشد. بله تشکر. بله استاد مرحمت دو سوال بود و جوان‌ها فکرشون را گفتن شما چی میگید؟ درست است وقتی که حقوق هست البته عهدهداری نیز در ترکیب اون دیده می شود. هنگام استفاده بردن حقوق های دیگر ریشه های عهدهداری نیز پیدا می شود. مثلا حقوق به مهنت که موافق ماده 35 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان تطبیق گشته است نسبت یعنی آن حقوق به مهنتی که وابسته می شود مثلا یک چند عهدهداری ها را در آن نشان دادن ممکن است یا اینکه موافق ماده 33 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان عاید به حقوق اولیوی آمده است یعنی هر یک شخص حقوق دارد آزادانه عقد نکاح ماندد. وقتی که همین حقوق ها معرفی گردید در ترکیب آن دیگر عهدهداری نیز به نظر می رسد و هنگام بستن و بیکار کردن عقد نکاح زن و شوهر برابر حقوق است گفته معرفی میکند و در ترکیب آن نیز عهدهداری های علاوگی نیز به نظر می رسد. بله یک مثالی گویم که صحیح. بله تشکر استاد. سپاس استاد مرحمت. باز هم خلاصه فکر جوان ها از شما هست. دو سوال بود اصلا من جواب شما رو میدادم اما باز هم برای بیننده ها میپرسم که استاد اصلا باید که احترام کنیم یا اینکه ترسیم بود یا اولین سوال و بعدا در مورد یگانگی حقوق و عهدهداری ها حرف زدیم و استاد اگر فرصت باشد و کم حرف زنید اگر موجز گوید باز یک سالی دیگر برای مخصوص شما دارم که در مورد معرفت حقوق جوان ها هم حرف زنیم. خیلی خوب است. پیش از همه درباره ترس یا احترام ما باید همین چیز رو تاکید کنیم که وابسته به آنکه حقوق در کدام ساحه سخن درباره آن میرد باید ترس و احترام باشد. اگر ساحه حقوق عمومی باشد آن ساحه حقوقی یک طرف دولت است و ترتیبات حقوقی ترتیبات جمعیتی قانونیت رو طلب میکند و در اونجا باید ترس باشد. اما جزایی که قانونگذار در حقوق جنایتی حقوق مأموری بعضا در ساحه مرافعه حقوق پیش بینی کرده است انم برای پیش بینی میکنه همین را دو از همین به سرتان آمدن هم عاقبت ترسید گفته پیشکی کنستروکسیا ساختار حقوقی خودش رو در نظر دارد. احترام این عادتا در ساحه حقوقی غیر عمومی خصوصی آن ساحه حقوقی برای آدم خودش در کار است و برای همون احترام میکند که میگه که از وای من منفعت دار میشوم از همون ساحه حقوقی گرجدنی
حقوق مهنتی، حقوق اویلوی، اینها سوی حقوق دولتی نیستن، عمومی نیستن. در اینجا دولت میگه که اگر خودتون مناسبت حقوقی رو اگر تنظیم کنیدون از اون خودتون است. برای همین هم نسبت حقوقی که از این سوال پیدا میشد در مردم احترام است. یعنی باید ما جدا کنیم و عموما اگر گیریم اگر در ساختار حقوقی ترس و احترام اون یک جای عمل میکنن. اولی برنامه شما سخن سیسرون را خاطررسان کردید، اگر آزاد بودن خوی غلام قانون باش، اما غلام قانون بودن این مضمون آن را دارد که هم حقوق را هم عهده‌داری را اعتراف میکنم، اجرا میکنم، رعایت میکنم. گفتین گپ است. به همین مضمون است. تو ترسیده میکنی، احترام کرده میکنی، فرق نداره. برای دولت فرق نداره. اصلا گرید که برای دولت فرق نداره. یک کس معرفت حقوقش بلند است و احترام میکند، یک کس معرفت حقوقش پست است و میترسد. برای همه را یک حساب کرده نمیشود. برای حال اهمیت داده باشه اگر بعضی مردمی که برای انتظام ناکه دعوت کنن اگر اول خودتون رو احترام کنید میگن. شخصی که معرفتش بلند است خودش رو احترام میگه، هیچ وقت با انتظام بی انتظامی یا اینکه ویران کردن قاعده رفتار کردار راه نمیده. بله. تشکر. این سوال یکم بود. بله. سوال نوبتی. سوال دومتون یگانگی حقوق و عهده‌داری بود. یگانگی حقوق و عهده‌داری معلم حجت بسیار خوش رو گفتن. اینجا خیلی شاگردا علایده هر یک چیز گفته دادن، لیکن هر یک حقوق و عهده‌داری آنها وابستگی زیچ دارد. عهده‌داری به حقوق و حقوق به عهده‌داریش را نمیتونن و آنها هر یک حقوق از طرف دیگر کس عهده‌داری و عهده‌داری از طرف دیگر کس حقوق را آنها تقاضا میکنن خودشان. برای اگر نسبت هر یک شخص گوییم اگر و یگانگی حقوق و عهده‌داری این در نظر دارد همون ترازو گویا که برابر میکنن. به ذمه شخص فقط عهده‌داری مونده نمیشود، به شخص فقط حقوق هم داده نمیشود. یگانگی محض در همین است که آنها باید تناسبی معتدل داشته باشند. و از همین نقطه نظر در شرایط حاضر امروزی ما دوره گذشته همین یگانگی حقوق و عهده‌داری بعضا موافقت نمیکنند. شما اهمیت داده باشید. من حاضر مثلا استاد خوجاف درباره حقوق مهنت هم خاطررسان کردن، حقوق به مهنت و عهده‌داری مهنت کردن. در دوره همون تاریخی نوین ما دوره شوروی حقوق به مهنت در نظر داشت، عهده‌داری مهنت کردن. کسی که مهنت نکند باید به جوابگری کشیده میشد. لیکن امروز ما حقوق را همچون امکانیت پیشنهاد کردیم. عهده‌داری مهنت کردن نیست. اگر مهنت نکنه هیچ گپ نیست، نکشته گشته چی نیست. همین رو باید که ما به نظر کنیم. هیچ کس به جوابگری نمیکشد اگر ما مهنت. حاضر اگر جوابگری میکشیم که آدم بسیار جوابگری شدن لازم نه. خودش کار نیست که جای کاری نیست. همین دولت کوشش میکند که همین کم تر باشد، هم که همین جای کاری از همین سکتور خصوصی باشدن پیدا کرد، خلق رو تامین کند که به مهاجرت اقدار نروند. بله. تشکر استاد. سلامت باشید. خب استاد در مورد معرفت حقوقی در خلاصه نباشد میپرسم. جان عزیز وقتی ما خیلی کم مونده است، از این لحاظ من خلاصه های شما رو میپرسنی هستم. خواهش میکنم در حجم 1 دقیقه کوتاه میگویم که برای بهتر کردن سطح همین موضوع، سطح حقوقی ما جوان ها، برای آنکه ما بیشتر دانیم، برای آنکه ما بیشتر استفاده کنیم، برای آنکه ما بیشتر عهده‌داری خود رو درک کنیم و در انتها با مسئولیت باشیم گفتم ممکن است. کدام خلاصه ها رو شما پیشنهاد میکنید؟ کوتاه اگر پیشنهاد کنید نوری دیدم. فکر میکنم که شما این اندیشه ما رو دستگیری میکنید و در همین شبکه شما یک همین پخش میشود، یک آزمون همین بهترین داننده کانستیتوسیا یا که کسی حقوق و عهده‌داری خود را شما میداند، یک آزمون برگزار شود که همین شخص جوانان تمام کلی شهروندان وابسته به حقوق و عهده‌داری های خود کمی هم باشد معلومات جمع کند و وقتی که یک آزمون پیشنهاد میشد و چاره‌های هوسمندکنی دارد و شخص هم کوشش میکند که برای یک موقع خودش را در جامعه پیدا نمودن، برای سطح دانش خودش را بلند نمودن، برای صاحب شدن به همون مکافات ها و علاقه هوسمند میشد. تشکر.
قبول و باز یک پیشنهاد دیگر من به شما دارم. مثلا شما دانشجویان حقوق‌شناسی هستید، موضوعهای جالب رو 10 15 موضوع جالب رو برای من پیشنهاد کنید، ما برای شما منبر میدهیم، ما آماده هستیم که با شما همکاری کنیم، میبینید خودتون بحث میکنید، خودتون گشوده میدید. شاید بسیار موضوعی هست که من نمیدونم، مثلا اون رو شما باید پیشنهاد کنید که من این موضوعی هست که جوان‌ها باید دونن. میرید دیدم ما برای گفتم ممکن است که برای پیشنهاد کردن چنین برنامه‌های حقوقی برای معرفتی حقوقی جوانان رو مخصوص بلند برداشتن ما آماده هستیم که ما سلسله موضوعات برنامه تهیه کنیم. از این نوع پیشنهاد از شما ما قبول میکنیم. تشکر. خب چگونه اینها گفتن ما با فکر راضی هستیم و یک چیز دیگری که من پیشنهاد کردم میخوام این است که بیشتر کارهای تشویقاتی و ترغیباتی میان جوانان یعنی زیادتر کرده شود و با این خاطر یعنی که کارهای تشویقاتی میتونن تو یک اندازه ذوق کتابخوانی یعنی جوانان رو بلند بردارد و با کتاب رو آوردن این از دانش بهره ور شدن این یعنی که گویم که در نتیجه حاصل می شود دانش‌های حقوقی نیز در نتیجه خواندن حاصل می شوند و بعدتر این برای رشد و کمال جوانان مساعدت کرده میتونه. تشکر. کارهای تشویقاتی بسیار کرده شود. قبول. در مورد صفت کارهای تشویقاتی شاید باز یک برنامه دیگر ما تهیه می‌کنیم که در آن ما گام می‌زنیم، حرف می‌زنیم که چگونه باید با کدام طرز باید پیشنهاد شود. تشکر زیاد. مرحمت. خلاصه شما خیلی که گفتند برای همین فهمیدن حقوق‌ها بسیار آزمون‌ها تهیه گردد و نه تنها در داخلی سطح دانشگاه و تمام همین مؤسسه‌ها یعنی بیرون از در جمعیت همین بسیار همین آزمون‌های زیاد دایر گردد که وابسته به حقوق باشد و دومین مسئله واخوری‌ها زیاد گردد برای هر یک شخص منصبدار هست که بسیار یا حقوق شناس هست که بسیار چیزها رو میداند و واخوری ها را گذراند با خوانندگان و با دانشجویان بسیار واخوری ها را گذراند و همین دایره همین دانشجویان و خوانندگان رو سطح حقوقیشان رو بلند سازند. تشکر. سلامت باشید. خب اینجوری بچه‌ها خلاصه اگر باشد ما میشنویم. مرحمت. استاد من خلاصه شما را از امروزه صحبت از امروزه سخن‌های جوان‌ها پرسیدنی هستم که در حوزه سخن‌های جوان‌ها شما چه خلاصه دارید؟ درست است. وقتی که ما اگر از معرفت نوکی جوانان باید سخنرانی خلاصه یا پیشنهاد خود را بیان نماییم، پیش از همه باید در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی همین ریشه مستحکم کرده شود. خیلی که در عرفیت میگویند اگر دیوار فوندامنتش پرقوت باشد بعد تا آخر پرقوت می شود. این هم ریشه مستحکمی خود را از همین یعنی تحصیلات مکتب تحصیلات میانه عمومی سرچشمه میگیرد و پیشنهاد من همین است که در مکتب های تحصیلات میانه عمومی باید همین علم حقوق شناسی پرقوت کرده شود. استاد تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. استاد مرحمت. من بازم در انتها خلاصه شما رو میفهمم و چون وعده رو دادم در مورد استاد معرفتی حقوقی کمی سخن میکردید که ما آگاه میشدیم از این چیز. من وقتی که درباره ساختاری شعوری هر یک انسان گپ میزنیم در آن عنصرهای گوناگون هستند و البته در اینجا شعوری حقوقی یک زینه از همه بالاترین است. وقتی که تشکل می‌یابد و میگه که همین انسان شعوری حقوقی بلند دارد، لیکن برای تا همون درجه رسیدن ما باید که ما گفته در نظر دارم دولت، جمعیت، هر یکی ما باید که با تربیت حقوقی، ترغیبات حقوقی و به واسطه تعلیم حقوقی مشغول شویم. همین نتیجه فعالیت ما بعد میشن معرفت حقوقی، یعنی معرفت گویا که یک درجه دانشی جامعه در این مسئله پیدا میشن. این معمای خیلی مرکب است. همین انسانیت هست که دولت کوشش میکند میگوید که همین چیکار کنم که همین هر یک شهروند حقوق و عهدهدارش را داند، رعایت کند و در نتیجه ترتیبات حقوقی در همین دولت جاری باشد. حتی در دورهای قدیم هم قانون ها را وقتی که در تخت سنگ می نوشتند یا در همین کاغذهای کلام نوشته می ماندند که همه در پیش نظرش بیند، آویزه ها بودند. مقصد برای همین بود. اکنون در دوره شوروی بسیار دستاوردهای بزرگ بود در همین سمت. حاضر آهسته آهسته من تخمین کرده ایستادم که وزارت عدلیه همین سمت فعالیتش رو عاید معرفت حقوقی جانو کرده ایستاده است و حقیقتا نه فقط با یاری عملی رساندن بلکه با همین گذرانیدن چهاربینی های منتظم معرفت حقوقی
дараҷаи гуногун мактаб бачаҳо донишҷӯён шахсони фаъолияти меҳнатӣ машғул будагӣ дар сатҳи худашон ҳамихел чорабиниҳо гузаронд истодиянд. ман боварӣ дорам ки минбаъд ҳам мувофиқи ҳамон барномаи давлатие ки ташкил карда мешавад нисбати ҳар як шахс ҳар як мансабдор ҳар як ташкилот вазифагузорӣ карда мешавад бояд чӣ кор кунад. хеле пеш аз ин аллакай ҳамин масъала мо ба худамо гузошта истода мана симои мустақили якум аллакай ҳамин иқдом гирифтааст кӯшиш карда истодааст маърифати ҳуқуқи ҷавононро баланд кунад бо ҳамин барнома. ва ман боварӣ дорам ки он суханҳое ки шумо гуфтед дар бораи силсила барнома барои ҷавонон аз ҷониби худи ҷавонон хеле иқдоми хуб мешавад. ман боварӣ дорам ки барои маърифати ҳуқуқи ҷомеъро баланд кардан як саҳми босазо мешавад. ташаккур устод. устод сипос, саломат бошед. ташаккур зиёд. албатта хуб бинандагони азиз, мо дар мавриди маърифати ҳуқуқи ҷавонҳо дар кадом сатҳ маърифати ҳуқуқи ҷавонҳо дар кадом сатҳ қарор дорад, мо аз ҳуқуқҳоямон истифода мекунем ё ки не, дар мактабҳои миёна ба мо чӣ гуна таълим медиҳанд, тадрис мекунанд фанни ҳуқуқро, дар кадом сатҳ бояд қарор дошта бошад ва имрӯз дар кадом сатҳ ҳаст. мо ва дигар саволҳое буд ки мо дар барнома баҳс кардем. дар барнома донишҷӯён аз муассисаи давлатии таълимӣ, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода байни худ баҳс карданд. фикр мекунам ки аз ин баҳсҳо барои худ чизе гирифтед ва ба ҳайси коршиноси ҷавон имрӯз устоди ҳамин боргоҳ Диловар Хоҷаев қарор доштанд. хуш омадед устод, ва ҳамчунин фикри ҷавононро коршиносӣ намуданд. устод профессори ҳамин боргоҳ устод Самад Болтоев ки фикр мекунам шумо ин чеҳраи ошно ҳаст, шумо хеле медонед ки дар барномаи мо ба ҳайси коршинос чанд карат баромад мекунанд ва як нафаре ҳастанд ки дар маҷмӯъ аз проблемаи ҷавонҳо бархурдор ҳастанд ва бетараф нестанд. муҳим аз ин устод ман сидқан сипос мегӯям аз шумо. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, мо ку гуфтем боз ҳам хулосаи дуруст аз худи шумо аст. агар шумо пешниҳоду таклиф доред дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ унвони барномаи рӯбарӯ ҳаст ки шумо метавонед ирсол кунед ё ин ки ба суроғи худи телевизион метавонед пешниҳодҳоятонро пешниҳод кунед ва мо ҳатман барои боз ҳам беҳтар кардани сатҳи барнома кӯшиш мекунем ки барои шумо босифаттар пешниҳод кунем барномаҳоро, силсила барномаҳоро. ин буд барномаи рӯбарӯ. боз ҳам мегӯям хулосаи дуруст аз худи шумо аст. то барномаи дигар, худоҳафиз.